زمان نقل ذمه به ذمه یعنی چی؟ سامان یه مغازه‌دار جوان بود. مدتی بود که سامان از آقای مرادی جنس نسیه گرفته بود تا اینکه بدهیش رسید به 80 میلیون تومان. سامان هر بار که مرادی رو میدید میگفت چشم میدم، فقط این هفته نه. اما واقعیت این بود که پولی نداشت. یه روز دوست نزدیکش آرش فهمید و گفت سامان تو الان اعتبارت داره خراب میشه، بیا من ضامنت میشم. با هم رفتن پیش مرادی. آرش خیلی محکم گفت آقای مرادی، از امروز کل طلبی که از سامان دارید گردن من. مرادی پرسید یعنی ضمانت پرداخت میدی؟ آرش جواب داد بله دقیقاً. مرادی قبول کرد. رفتن دفتر اسناد و ضمانتنامه تنظیم شد. بعد از امضا وکیل دفترخانه گفت طبق ماده 698 قانون مدنی در زمان نقل ذمه به ذمه با قبول طلبکار دین از بدهکار اصلی به ضامن منتقل میشه و طلبکار فقط حق رجوع به ضامن را داره.